خب اینک میگذاریم به درس نوبتی. خب در درسی گذشته خیلی که شما آگاهی دارید ما چنین برنامه رو ترتیب داده بودیم. خب باید یک چیز رو گویم که اگر شما خواهید که این برنامه رو مثلا واسطه از محیط مثلا گریم این چیزی که ما کار کرده استادیم کامپیوتر رو استفاده برید، شما میتونید آن را در نمود یک به کار درآورید. برای این چی کار کردن لازم است؟ یعنی که وقتی که شما برنامه رو می نویسید و تومچه F5 رو پخش میکنید، یکم از شما میپرسد که یعنی این کامپلیت کنم این کد نوشته رو. خب ما چه که تومچه در رو پخش میکنیم و برنامه ما در نمود یعنی که یک چه که دیده استاده ساخته میشود. این اون معنا رو دارد که این نمودی فایل ها میتونن واسه از محیطی مثلا گویم که این کامپیوتر یعنی که کار کنن. برای این چیکار کردن لازم است؟ خب چه که دیده استادید فایل با نام برنامه یک .exe در دیسک S user عمر TGM مثلا در همین نشانه گویا که ثبت شدگی است. خب شاید در کامپیوتر شما کمتر این دیگر خیلی باشه. می رویم همین با همین نشانه یعنی که می بینیم که فایل برنامه یک اگزی رو می یابیم. خب آمدم من و در انتها با آن پاپکی که فایل گویا که exe ساخته میشه. خب اگر در اینجا من برنامه یک رو به کار درارم، خب خیلی که دیده استادید وابسته از گویا محیط ویژوال C++ کار میکنه و شما میتونید این انا همین خودی همین یک فایل رو کپی کرده در دیگر کامپیوتر که عموما C++ نصب شدگی نیست است برید و گویا که در برنامه ساخته خودتون رو استفاده برید. مثلا این برنامه چیکار میکرد؟ دو رو قیمت ا رو به ب ضرب میزد و به دو تقسیم میکرد. خب همین طور برای همین این چیز هم دانستن شما بسیار ضرور است. خب بیاید دوام میدیم. بیاید فونکسی SQRT رو استفاده میبریم. خب فونکس یعنی که قیمت A و B رو جمع میکنیم و ریشه اونها رو به Y یعنی که میبخشیم. خب وقتی که ما فونکسی SQRT رو استفاده بردنی میشویم، این فونکسی متماتیکی میگن، فونکسی متماتیکی میباشد و در C++ برای خاطر کار با فونکسی متماتیکی مخصوص بیبلیوتک هست. اینکلود یعنی که میگیم همراه کن فونکسی match. فونکسی match.h یعنی که فونکسی ماس این در داخل این اشتباه شد، این بیبلیوتک ماش در داخل این بیبلیوتک فونکسی متماتیکی نگاه داشته میشن و ما در اینجا می نویسیم SQRT مثلا A پلس B. خب در اینجا بیاید من همین چی رو میکشم تا که خب SQRT بعدن A پلس B نقطه ورگ. خب دقت دید من در بالا اعلان نمودم A پلس تغییر بنده های A و B. در این پایان باشد من I کلان و B کلان نوشتم که در نتیجه خطاگی شد. برای این ما باید با حرف های مایده چیزی که در بالا اعلان کردیم در پایان باید همین طور نویسیم. خب نوشتیم یعنی که Y برابر است با SQRT A پلس B. F5 رو پخش میکنیم. خب خطاگی داد. خطاگی چی؟ خود بیاید میبینیم که خطاگی در چی است. یعنی که فونکسی SQRT خطاگی در فونکسی SQRT اگر ما
یک تغییر بنده دیگر اعلان کرده. اولا جمع را در آن تغییر بنده بازم خطاگی. پس خطاگی برای چی؟ فهمو. در اینجا ما باید وقت اینت نه بلکه دابل را استفاده بریم و برای چی؟ برای آن که شما میدانید البته در ریشه قیمت های حاصل می شوند که قسم اضافگی دارند، یعنی که بقیه دار هستند و C++ به این چیز اجازت نمیدهد که آن کار شما کرده ایستاده میگوید منطقاً خطا هست. منطقاً خطا هست، برای همان اجازت نمیدهد. خب ما اعلان نمودیم این تغییر بنده ها را در نمود دابل، یا که ما میتوانیم این گونه اینت مثلا ایگریک در نمود دابل، آی بی باشند در نمود اینت. خب بازم قبول نکرد، خطاگی داد. خب بیاید اجرا میکنیم. این مثلا میگیریم 3 4 7 ریشش میبراید تقریبا چند نشده باشد. خب عموما ما قیمتی 2 را حاصل کردیم، یعنی که برنامه ما کار میکند ولی این کامپیلاتور با ما میفهماند که آن کاری که شما کرده ایستاده منطقاً خطا است. خب بگذار بیاید یک نمود داده شده دیگر رو دیده میبریم. این باشد فلات. فلات نیست، به مانند دابل می باشد، اما نسبت به دابل دیده اندازش کمتر. یعنی که تغییر بنده اگر این یگان خیل چی گویم جزدام یا یگان خیل اگر جای باشد، جایی که دابل دارد کلانتر است، یعنی که در آن قیمت های بسیارتر نگاه داشتن ممکن. جایی که فلات دارد کمتر، اما در خاطره دابل خاطره زیاد رو نسبتا به فلات ضبط میکنه. برای همین خوب میشد اگر در برنامه های مثلا خود شما آید این استفاده این دابل و فلات جدی دقت میدادید، زیرا هنگام نوشتن برنامه های حجما کلان این چی باید به نظر گرفته شود. خب این چی را در آینده خود شما میتوانید یعنی که معین نماید. خب بیاید برنامه را اجرا میکنیم F5 و میبینیم که چی شد، یعنی که 3 22 3 جمع 22 25 در ریشهش میبراید، یعنی که 5. خب این بود فونکسی اسکوئر ت. این چنین بسیار فونکسی های متماتیکی هستند که ما آید آنها البته حرف خواهیم زد. مثلا میگیریم فونکسی ابز. فونکسی ابز مثلا من یک تغییر بنده دیگر اعلام میکنم، یا که بیاید من این چیا رو همش رو توضیح میکنم و در اینجا ایگریک می نویسم، در اینجا باشد ابز. خب F5 با دقت باشید. اگر من مثلا نویسم که 5، خب 5 برآمد.
اگر که نویسم که مینوس 5 بازم 5، یعنی که فونکسی ابس همون عددهای منفی رو مثبت کرده و مثلا اکران میبراید. یعنی که خب عموما عدد فونکسیا چی است؟ فونکسیا یک گویا که یک، اگر تصور کنیم یک دستگاه هست، وقتی که ما با آن دستگاه یگان چی میدهیم و در داخل خود یگان خیلی کارها رو اجرا میکند و برای ما یگان خیلی خلاصه رو میدهد، یگان خیلی نتیجه. مثلا اگر گیریم ساکوویشیمال که اگر این فونکسیا باشد، ما در داخل آن سیب میپرتایم، همه خیلی باشد و با ما نمیدونیم در داخل او چی کار اجرا می شود، اما او با ما چی ساک میدهد، یعنی که یگان کار رو اجرا میکند. این رو میگن فونکسیا. فونکسیا ابس نیست، قیمت رو قبول میکند و تحلیل میکند. اگر این قیمت منفی باشد، آن رو همچون مثبت کرده نشان میدهد. خب ما درباره همین قوس های کنجی گپ نزدیم. این قوس های کنجی ابتدا و انتهای یک قسم تام کد را ifade میکنن. چی خیر؟ مثلا اگر من فونکسی، مثلا اگر من گیرم اپراتور for next رو استفاده برم، مثلا در اینجا کمتر دیگر خیلتر است، int ای برابر از مثلا 0 نقطه ویرگول ای پلوس پلوس نه ای خورد یا برابر به 10 نقطه ویرگول بعدا ای پلوس پلوس و در اینجا من استفاده میبرم قوس های کنجی را. یعنی که این قوسی کشوده شونده و پوشیده شونده این میفهمونند که یک قسم تامی کد را. مثلا اگر من در اینجا نویسم که سی اوت ای نقطه ویرگول F5 رو پخش میکنم و در نتیجه میبینم که مثلا خوب است 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اگر من خواهم که پای در پای نیو مثلا 0 1 پایان 2 پایان 3 و دیگر خیل و همه خیل تا 10 پیدا شوند، یعنی که از سطر نو. خب خیلی که گفته بودیم میگیریم and L، خب تمام، بعدا F5 بعدا 10. خیلی که دیده استاده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد سمت پایان در اکران برآورده شدن. خب این بود اویدیم انا همین این قوس های کنجی که در C++ استفاده برده میشن و اینچنین مثلا بینید که برای اون که من فونکسی های متماتیکی را استفاده برم، حتما باید بیبلیوتک mat.h را با برنامه همراه کنم. اگر مثلا خواهم که مثلا فونکسی گیت را استفاده برم، من باید بیبلیوتک سونیا h را با برنامه ما همراه کنم. مثلا بینید اگر من همین بیبلیوتک را یعنی که کوشم، یعنی که این کار کنم، بینید الکی خطاگی میدهد، یعنی که کامپیلاتور نمیدوند که این کلمه چی است. وقتی که ما با کامپیلاتور نشان میدهیم این بیبلیوتک را، وقتی که این با این فونکسی و میخورد، این البته مراجعت میکند با مراجعت میکند با این بیبلیوتک و در نتیجه کلمه مثلا گیچ رو میشناسد که این فونکسی برای مثلا نگاه داشتن یگان خیلی قیمت ها خدمت میکند. نه، برای خاطر نگاه داشتن آن نکرینی که ما میدیدیم. خب اینچنین برای خاطر این فونکسی متماتیکی ما مچ اچ رو استفاده میبریم. مثلا برای خاطر خود کلمه سیات رو استفاده بردن ما از بیبلیوتک استریم اچ استفاده میبریم و چخیلی که دیده استادید من بعد از اپراتور فور نقطه ویرگول نگذاشتم، یعنی که در اپراتور شرطی، در اپراتور سیکلی عموما نقطه ویرگول گذاشته نمی شود و همین طور خوب برنامه های C++
به کار در آورده میشن. اویدی که در کجا این فایل ها ساخته کرده میشوند شما میتونید در این تگمچه اد کریت رو پخش کنید و در اینجا بینید که در کجا برنامه شما ساخته میشوند. یعنی که در کامپیوتر ما باشد دیسکی اس یوزر همش قدم به قدم گفته شده است و برنامه شما در اینجا با طور اتوماتیکی ساخته کرده میشوند. خب در آینده خیلی که گفتم شما میتوانید همان فایل exe رو گرفته در دیگر دلخواه کامپیوترها استفاده برید. گمان میکنم با همین این درس رو به اتمام میرسانیم. اوید استفاده برای فونکسی اپراتور سیکلی فور من در درس های من بعد البته علاهده گفته میگذارم و خیلی که ما گفتیم using namespace std برای آن استفاده میبریم که اگر همین نباشد خیلی که گفتیم فونکسی سیاوتی ما خطاگی میدهد زیرا یک کامپوننت با این نمیرسد. برای خاطر که مثلا ما هر بار std دوی توچی ننویسیم ما یک مرتبه می نویسیم که using namespace. خب خیلی که من گفتم دو سلش این افاده میکنن که مثلا خیلی که این سطر این کار کرده می شود در طرف کامپیلاتور. اگر شما خواهید که یک قسم کد رو مثلا این کار کنید هر بار خیلی که دیده استودید دو سلش نمی نویسید بلکه یک مرتبه شما می توانید مثلا اولش رو نشان دهید، یعنی که زیویازش که علامت تقسیم زیویازش که و زیویازش که علامت تقسیم. خب خیلی دیده استادید اون چیه که در داخل تقسیم زیویازش که و زیویازش که تقسیم هستن الکی رنگ دیگر رو گرفتن، یعنی که کامپیلاتور این چی ها رو نمیخواند. مثلا ببینید F5 رو پخش میکنیم در اکران ما یگان چی پیدا نشد. برای چی؟ برای اینکه ما سیکلی فور رو الکی با یاری این کامنتر گویا غیر فعال گرداندیم. یعنی که وقتی که کامپیلاتور با خواندن کد که شما نوشتن شروع میکنه، وقتی که با چنین عمل ها زیویازش سلیش زیویازش که و میخورد و میداند که الکی این سطر برای کامپیلاتور لازم نیست و آن را انکار میکنه، یعنی که نمیخواند. با همین من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبان.